حس میکنم اون ورش کمه. جا بزن کدوم ورش کم هست. از این ور تو نمیره. خب از اون کناره رو بس باید بازم بتراشی. خودم بزنم. خب کدوم کناره ها؟ اینجا. آره دیگه از این ور فکر کنم بزنی بهتره، چون انگار یه شیبی هم داره کجی. آره. اینو بزن. آره. شما راحتین؟ این پنجره رو من به خاطر شما دارم میزنم، اینا رو ببین. ره گوز بغلی، این گوز بغلی ها از اون پنجره هی مدام میان تو. شکر کندی آزاد بود. کندی کجا رفته؟ کندی یه دمپایی برداشته رفته، باز دمپایی تارم برداشته رفته. یه دمپایی از من، یه دمپایی از تو. کندی کندی بی تربیت کجا رفتی کندی؟ به دمپایی بردی؟ ها؟ نکن روم نپری. یه چیز آموزشی یاد بدم. ببین سگا میخوام بپرن بالا، اینطوری زانوتونو بیارین بالا، مانع این کار بشید و بهشون نه رو یاد بدید. بگی نه نه. ببین الان نه میدونه. بشین بشین. چرا دور من میچرخی؟ بشین. اگر گوش نکرد قلاده رو میگیریم میاریم سمت عقب. نه هی بشین. اینطوری و یک کمی نگهش میداریم تا بفهمه. وقتی که نشسته باید بشین. خیلی کار من سخته تو تربیت اینا، یعنی فوق العاده انرژیش بالاه و فوق العاده سر به هواه، اصلا تمرکز نداره، فقط میخواد بازی کنه. دوربینو بچرخونم اینطوری بهتر شما میتونید کندی رو ببینید. کندی چسبناک. این چی کارایی داره میکنه آخه؟ بیا کندی. کندی چسبناک. اینا کندی چسبناک اینجا. کندی چسبناک. خرس شده ری. خیلی خرسه. افتاد. میدوا بازش که میکنم فقط 20 دقیقه، نیم ساعت 20 دقیقه فقط میدوه. میره میاد با سرعت ها و گاهی پیش میاد به من برخورد میکنه، منو میندازه. با همین وزن تقریبا 30 کیلو است. تو همین 30 کیلو اونقدر سری میدوه و قدرت داره، منو پرت میکنه، منو هل میده. بیا تو باغچه نرو. هی کندی بیا. بشین 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 سر به هوا. گدی نه. کندی خوشگل شده، بزرگ شده، نمیذاره که اجازه نمیده بی تربیت. خب ببینید کلا یه ساعتایی در روز حتما باید سگو باز کنید، بازی کنه، جستجو کنه، اون محیط زندگی خودش رو بشناسه و هر روز چک کنه. دنیای اونا با دنیای ما کاملا متفاوته. اون چیزی که اینها میبینن و دنیای اونها شامل بو و صدا است و نشانه های کوچیک که من و شما متوجه نمیشیم. مثلا ما نشانه از نظرمون یه سنگه که اینجاست، یه درخته، ولی نشانه ها تو زندگی اونا بوها هستن که متغیرن و اونا باید هر روز بگردن و محل زندگی خودشونو جستجو کنن، اکتشاف بکنن. بالا نریا بالا نریا. و تو این جستجو و اکتشاف خیلی مهمه که سگ شما با محیط خودش جور بشه. یعنی اونایی که تو خونتون زندگی میکنن، تو خونتون رفت آمد میکنن، بچه ها رو علل خصوص ببینن. هی بیا پایین، بی ادب.
من دارم تعریف اینو میکنم. چپور رو بالا نرو، بالا نرو. به عقب ببین اینجوری ها. و با بچه ها بازی کنن. هدف از نگهداری این نژاد سگ یا نگهبانه، برای ملک، برای خونه نگهبان باشه، یا اینکه محافظ باشه. محافظ و نگهبان کاملا با هم فرق داره، که محافظ شما باشه. و البته اینا سگایی هن که فوق العاده‌اند. 3-4 تا نژاد ما داریم که خیلی عالی‌اند. ژرمن شپردا یکی از اونها و بهترینشونن، که من میخوام به این کندی شکار هم یاد بدم. کلا شما هر جا که باشید، هر نوع سگی داشته باشید، باید به شکار یاد بدید. اون خصیصه گرگی رو، اون خوی سکسانی رو باید درش زنده بکنید. زمانی که شکار یاد بگیره خیلی از فرمانها رو انجام میده، مثل بگیر، مثل محافظت. اون کار گارد که میخواید انجام بدید باید شکار بهش یاد بدید. من شکار در ادامه بهتون یاد میدم که چطور به سگتون یاد بدید. و نگران نباشید سگتون اگر مثلا سنش بالا هست نمیشه و اینا نیست. تو هر سنی میشه، اما تو سنین پایین این کار یک مقدار راحت تره، تعلیم پذیرتره. تا قبل از 1 سال تعلیم پذیرتره. بین 3 ماهگی تا 6 ماهگی، تو همین سنی که الان کندی هست، سگا خیلی بازی گوشن. یه مقدار این کاله نه رسیده، این کار تعلیم و تربیتشون یه خورده سختره، چون بازی گوشن، سر به هوان. اون شانسیه، مثل ما انسان ها اینا هم ذاتشون فرق میکنه. بعضیا تعلیم پذیرترن، بعضیا سخترن، بازی گوشترن. مثل این کندی کجایی؟ بیا. و شما نباید عجله بکنید توی کار تعلیم سگ. مهمترین بخشش صبر و حوصله داشتنه. باید هر روز فرصت برش بگذارید، حتی روزی 2 بار. اول ببرید بگردیدش، بگردونیدش، پیاده روی بکنه، بدوه، خسته بشه، یکم آرام بشه، انرژیش که تخلیه شد. بعد یه 20 دقیقه نیم ساعت فرصت بذارید برای تعلیم دادنش. به این نکات خیلی خوب توجه بکنید. حتما بگرده، با محیط آشنا بشه، با گربه ها و سگ های دیگه آشنا بشه، که سگ شما روانی نباشه. ببینید، با اینکه اون سگ سیاه تمام شغال ها و حیوانات حتی بزرگتر از خودش رو توی این منطقه دنبال میکنه و به اونا حمله میکنه، میدونه که صاحب این ملک کندیه و هرگز به خودش اجازه نمیده برای کندی، با اینکه کندی از اون کوچکتره و کندی هنوز بلد نیست حمله کنه، مهاجم نیست. با این حال چون اینجا خونه کندیه، ببینید تسلیم شده. این مهمه که سگتون رو توی محیط زندگی خودش آزاد کنید، همیشه بچرخه و محیط خودش رو علامت گذاری بکنه. اون علامت گذاشتن ها اعتماد به نفس سگ شما رو بالا میبره. ارتباطی که با سگهای دیگه میگیره، میفهمه که این علامت گذاشتن ها ملک و اون خونه رو از آن خودش کرده. اعتماد به نفسش بالا رفته و نیاز نمیبینه که بیمورد به همه حمله کنه. حتی ببینید به این گربه ها، نزدیک گربه ها میشه، اما فقط صرف بازی کردن. و من انگولکش نمی کنم، برای این کارها دعواش نمی کنم، فقط مراقبش هستم، کنترلش می کنم که اونها رو به دندون نگیره. اما اجازه میدم اونها رو فرار بده، اون تعقیب و گریز اعتماد به نفسش رو بالا ببره، اون خوی شکارگری رو درش بیدار نگه داره. مراقب باشید تو تعلیم و نگهداری سگ، نه از این ور بوم بیفتید نه از اون ورش. نه سگتون رو مدام باز بذارید آزاد باشه بگرده، نه زندانیش بکنید. حتما باید سگتون قلاده داشته باشه، حتما از این قلاده های گردنی داشته باشه. قلاده های بزرگ کمربندی به سگ آسیب میزنه.
سگتون یک انباری یا یک لانه بزرگ اندازه 30-40 متر داشته باشه که در داشته باشه، یک خونه داشته باشه، بزرگ باشه، در داشته باشه، مثل یک کارگاه، مثل یک پارکینگ. توی اون پارکینگ یک لانه کوچکتر یا یک کیسه خواب یه همچین چیزی بذارید که سگ روی اون بخوابه. دیدید؟ یه محیط کوچیک که محصور باشه. شما در طول روز سگتون بایستی زنجیر شده باشه جلوی اون در کارگاه، یه طوری زنجیر بلند باشه، هم بیاد بیرون بگرده هوا بخوره، هم بره توی لانه کوچیک خودش بخوابه. با چکش تو سر این بزن، تو سر اینم بزن. تو با کی می جنگیدی؟ گلا رو خراب نکن کندی. عشق میکنه، گربه رو دنبال میکنه. هم بوهایی که از قبل خودش گذاشته اونا رو مجدد چک میکنه، مجدد علامت گذاری میکنه. اگه بهشون توجه بکنید میبینید اینا میرن چند جا مثل دستشویی کوچیک کردن، مثل جیش کردن، میرن یه خورده جیش میکنن، علامت میذارن. بذارید اجتماعی باشه. بچه وقتی میاد خونتون بذارید با بچه ها بازی کنه. اولین و مهمترین چیز اینه که سگ شما یاد بگیره به بچه حمله نکنه. حتی اگر سگ گارده یا نگهبان خونخوارترین سگ رو هم اگر میخواید پرورش بدید، باید بهش یاد بدید که به بچه ها حمله نکنه. حمله کردن به بزرگسال و حمله کردن به آدم های خطرناک رو بهش یاد بدید. آدم هایی که بهش یاد بدید که بتونه تشخیص بده کدوم فرد برای اون خونش، برای خودش خطرساز میشه، باید به اون حمله بکنه، چه ساعتهایی باید و در چه صورتی باید حمله بکنه. نه اینکه هر کسی از اونجا رد شده حمله بکنه، به بچه ها حمله بکنه. اگر بخواد سگ شما به همه موجودات، به انسان، به بچه، به همه حمله بکنه، هم برای شما دردسر میشه، هم برای خود اون سگ دردسر میشه. کندی نظر درباره این هپی چیه کندی؟ این یکی؟ این چیه نظر دربارهش؟ کندی بیا اون ور نرو، بیا. این نظر درباره این هپی چیه؟ دوست میشه؟ کندی بچه است، بزرگ بشه 2-3 برابر اینا میشه. بیا بریم کندی. کندی ببینید وقتی خسته شد، آروم میشه، راحت میتونید بهش چیز یاد بدید، فرمان پذیر میشه. بیا کندی، بیا. بعد از اینکه آروم شد شروع بکنید بهش یاد بدید. خیلی خسته نکنید. کندی بیا. کندی کجا رفتی؟ بیا. قایم بوشک بازی داری را میندازی؟ بله بیا خوشگل من. به خوشگل من اینجا ببندم سر جاش. از داخل یا از بیرون؟ هم از داخل هم از بیرون. چکش میخوای؟ من از این پشت نگهش میدارم. از زیر بلندش کن. بیا چکشم بگیر. از زیر بلندش کن که فقط سر جاش بمونه تا آلومینیوم ساز بیاد اینو پیچ بکنه. من از این بر بده هل بده، من اینو نگه میدارم. هل بده. آها خب ببین الان زیرشو پر. فهمیدم.